علت 90% نشتی سرویس های بهداشتی بیشتر به خاطر فلش تانکه، چون اوستاکار میاد کار میکنه و تجربه از لوله کشی و تاسیسات نداره، فلش تانک با واشرش همینطوری نصبش میکنه. اگر این بنده خدا یک چسب بزنه به این شکلی که داره تو تصویر میبینی که دارم انجام میدم، یک چسب بزنه خیلی جلو نشتی رو میگیره، یعنی 90% جلو نشتی رو میگیره. چون خیلی اوقات ما تو تاسیسات رفتیم کنده کاری کردیم که نشتی رو پیدا کنیم، دیدیم از جای همین فلش تانک نشتی داده. ممنون میشم کانال معماران جوان لا سابسکرایب کنید، واقعا به حمایتتون نیاز داریم. ممنون از لایک خوشگلتون. اینم چسب نگاه کنید، از بس ما زدیم ریخت. چسب زیاد میزنه، همیشه تو وسایل کارمون یه دونه چسب پمادی پیدا میشه، حالا آنچنان ارزش قیمتی نداره که اگه صاحب کارم نیاورد. اینو نصب میکنیم که دیگه کار از طرف ما اوکی باشه، یعنی مشکل از طرف کاشیکار نباشه. ممنون از همراهیتون.